شرافت پروانی در اینستاگرام برای من پیام روان کرده بود و از من نمبر واتساپ خواسته بود. اجازه بدین برای من که من اکسره براتون بکنم دوستای عزیز. سال 2021 31 مارچ 2021 من از کار بیرون برآمدم. میخواستم که غذای چاشت خودم در داخل موتر بشینم و بخورم. یکمک روز آفتابی بود و در داخل موتر همون غذایی را که از خانه همراه خود برده بودم شیشتم و غذا میخوردم و یک آهنگ شرافت پروانی را ماندم و میشنیدم و تلفن در دست ما بود. یک استوری کردم در اینستاگرام خود ماندم و به خاطر که آهنگ از شرافت پروانی بود من شرافت پروانی را تگ کردم. حالی که من در موتر شیشته بودم غذای که پیش ما بود در موتر اما غذای خود هم میخوردم با میوزیک هم میشنیدم و یک ویدیو گرفتم در استوری ماندم. شرافت پروانی را تگ کردم. دیدم که بعد از اینکه من شرافت پروانی را تگ کردم خب من به خاطر از اینکه آوازخوان است به خاطر از اینکه امو خواندنش علاقمند خواندن آواز و امو آهنگش دمو سال 2021 بودم از او خاطر به حیث یک هنرمند من ایره تگش کردم. دیدم که پیام روان کرد در اینستاگرام نوشته کرد که مقبول هموطن. راستی من بسیار زیاد خوش شدم به خاطر که تو یک بسیار مؤدبانه بود مقبول هموطن. من گرفتم ایره لایک کردمش. بعد از اینکه من ایره لایک کردم شرافت پروانی دوباره پیام روان کرد. از پیش من واتساپ مرا خواست. نمبر واتساپ مرا خواست. وقتی که نمبر واتساپ مرا خواست دیگه من یک دفعه گوشای من بینگ است کردم اما تو امو چیزش فهمیدم چی میگه امو مقصدش فهمیدم که یعنی میخواد که با ما از طریق شخصی و واتساپ ارتباط برقرار کنه و از این خاطر نمبر واتساپ مرا خواست. من دیگه باز ایره گرفتم بخی امو وقت ریستریکت کردم صفحه‌ش ما برش دوباره پیام ندادم و یک استوری هم دوباره گذاشتم در اینستاگرام خود برای